سلام دوستان، یه نوکیا 1192 با نام آوردن. 1192 دو نوع 1192 داریم. الان میبینین هر سایتی که برین 1192 دیگه بهتون نشون میده. ما اینو لایتش مشکل داشت، ما یه جامپر کشیدیم از پایه دوم، حواستون باشه پایه دوم به این پایه جامپر کشیدیم که الان مشکل لایت حل شد. دوستان حواستون باشه 2 تا 1192 داریم. لایت نوکیا 105 1192 داره که به درتون بخوره.